یک روز ما با فلکه به کار رفته بودیم، یک قهدری جانی آمد گفت کار میکنی؟ گفتیم که آری ما کار است. چی است؟ ما با فلکه ایستاده ایم برای کار است. ما را بر موتور سوار کرد، با سرعت خدا میرفت، در راه موتورش چاس و پاس میکرد. گفتیم این چی است؟ گفت این ساسات است. ما را به باغی برد، ما ایستاده بودیم. گفت چرا ایستاده ای؟ گفتیم چه کار کنیم؟ خب بیلی کلنگی. گفت بیل کار نیست، تمانت کنده کن. گفتیم تمام که کنده کنیم که شرف ما میردی چی کار است؟ شرف ما میردی چی کار است؟ گفت چاقو بده کرد. گفت خفش کوسکش، تمانت کنده کن. ما از طرف تمان کنده کردیم، یک بار دو بار سی بار ما را کرد است. تمان آمدیم بالکش کنیم. گفت چکار میکنی؟ گفتیم خود دیگر کار تمام است، بلند نمیشد دیگر، نمیتانی بکنی. گفت خفش و کوسکش، پایین کش کن که مهمان زیاد است. خلاصه میگفت به در نگاه کردم، دیدم های موتور چاس و پاس میکرد، های آدم میمادن، های مرا